дуруд шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари дар он дунёи нависандаи халқии Тоҷикистон Фазлиддин Муҳаммадиев дар қироати ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Сатторӣ. оғози гуфтори 41. ما در سالن کلان ایل 18 نشسته به سوی مسکو پرواز میکنیم. هواپیما به بلندی 10,000 متر برآمده گرفته است. یکی از دخترکان استیواردس وقتی گنداشتن ظرف‌های نهاری سهل خم شده گفت بی‌ملال باشد به سالن بوفت یک سری قدم بیاید. دخترک شوخ در کنج بوفت ایستاده میکروفون در دست با مسافران صحبت میکرد. میگفت که حالا در بالای گلوگاه بوسفور پرواز میکنیم. حرارت بیرون از بارت سمالیات 25 درجه خنک. سان میکروفون را به جایش آویخته مرا به پیشگاهتری سالن تگ بوفت گذرانید و به پیشم پدنوسی را ماند که در بالایش یک قده کنیاک، یک شیشه لیموناد در طبقچه یک دانه افلسون گذاشته شده بودند. حق شما را نگاه داشته بودیم، گفت او شرمگینانه. از مهربانیتان سرفرازم، لیکن اکنون به شراب نوشیدن احتیاج نیست. رحمت به شما دخترین است. افسوس، غمگینانه گفت دخترک و سوال آمیز به دوگانه هایش نگریست. هنوز از خرطوم پای برده بودم که دخترکان به کمینه خیرخواهانه می نگرند. احتمال در نظر آنها من یکی از هموطنانشان بودم که در خارجه وظیفه دشوار خود را چنان که کمونیستان و کمسمالان می کنند به خوبی انجام داده می آیند. حاجت ایضاح نیست که معامله خوش دختران به کمینه بسیار می فارید. خیر، از روی انصاف گوییم از معامله التفات کارانه دخترکان زیبای خوشکلام کی نمی بارد. قرار دادم که هرچی باد از این مناسبت نقص باید استفاده برم. لیکن از شما یک چیز دیگر را پرسیدنیم، گفتم. مرحمت به جان و دل. چهرش از نو یله شده صمیمانه گفت سردار استیواردسه ها. آیا ممکن است که کس از همین جا به مسکو از آمدن خود خبر دهد؟ اگر کسی خبر میدادگیتان تلفن داشته باشد ممکن به کی خبر دادنیید؟ به یک رفیقم. والیا، گفت دخترک شوخ به یکی از دوگانه هایش. به علاوالدین بگو که سیانسش تمام شود به اینجا بیاید. والیا رفت و دقیقه نگذشته همراهی بارد ردیست سمالیات برگشت. ردیست جوانی ملموی میشی چشم قد بلندی بود. وی به دخترک به طور نظامی سلام داده گفت غلام حلقه بر گوشتان علاوالدین با تمام لشکر جین و پریهایش به فرمان شماست. آیا می خواهید که در همین جا در خبت اتمسفیر برایتان در یک لحظه قصری عالی جنابی بسازند یا امر می دهید که تا به منزل رسیدن همه گلهای مسکو را بسته کرده به شیرمیت و بار کرده بیارند؟ بارد ردیست
با همان آهنگ که نیم شوخی و نیم جدی باز یک توده معجزه های را نامبر کرد که از دست علاوالدین سیرگر می آمده است و در انجام سخنش یک بیت شعر روسی خواند که مضمونش تقریباً من به فرمان دلم، دل به فرمان شماست. باریا جان، گفت دخترک، شوخیت را مانده ایستا؟ انا این کس همان دختره که پگاهی در خرطوم به تو گفته بودم. این کس رقم یک تلفن را می دهند. از برد یگان آشنایت از آمدن حاجی ها خبر دهد. خوب؟ میلیون بار خوب جانکم، 100 میلیون بار خوب. خیر یک تاش هم بس باریا جان. شوخ بچه. رفیق دکتر، گفت بارترادیس همچنان با تنتنه هزل‌آمیز به من روی آورده، خواهش خود را اجرا شده حساب کردن گیرید، اما من از شما یک التماس کلان دارم. به این دخترک فهمانید که دل از سنگ نمی شود در سنجش عشق. خیر شد باریا جان، اکنون بیرو، گفت دخترک از کتف جوان عجایب نوازشکارانه و اندک آمیرانه تیله داده. شکر می گفتم در دلم، به خاک وطن نرسیده باشم هم به هوایش رسیدم. باز می بینم که آدمان به هم دیگر به پول کمک می کنن، به غرض نیکی می کنن. باز می بینم که با هم خوشحالانه صحبت می کنن، تبسم، خنده، هزل و متایبه می کنن. باز راستی شراب نوشیدی؟ پرسید اسرافیل. با تو گفته بودم کو می پرست نیستم. نباشد چرا لبانت از خنده کشاد؟ با اسکندر حاضر با رادیو از آمدنم خبر می دهند. تو بلا چه بوده ای دکتر؟ خیر بینشین، دفترچه‌ات را برار. با پیسری من هم یک تلگرام من نوشتمانیم. کاغذ و قلم گرفته با دیکته اسرافیل کلمه لنینگراد، رقم قطعی پاشته، نام و فامیلی پسرش را نوشته برویش نگاه کردم. او از افتش سخن نمی یافت که بگوید. نویس، گفت اسرافیل. نهایت باز خاموش ماند. بگو ای مرد، بگو آخر چی نویسم؟ پسرم بیا، گفت اسرافیل و آوازش لرزیده در چشمانش آب چرخ زد. دست ریمالش را برآورده آب چشم و بینی بناخواست سراب گشتش را پاک کردن گرفت. دیدم که به امیدی وی کار بود نمی شود. نوشتم که پدرتان از آن دنیا برگشت، بیایید. چی نوشتی؟ خوانده دادم. از آن دنیا پدرتان برگشت. چرا این طور نوشتی؟ ای خیر میلش، گفته ای تو شود. ملا اوراقه که آمده یک تا سیگاریت گرفت و دورتر از نظر قاریه که به دوم سمالیات رفت. قربان، همین که به مسکو رسیدیم اول چی کار میکنی؟ پرسید اسرافیل. به همون میروم. چرا؟ 17 سال پیش بار یکم به مسکو آمده بودم. یک آشنایم در وокزال قزان پیشواز گرفته چمدان فنیری مرا برداشت و همین سوالی تو را داده بود. گفتم که راست به میدان سرخ می روم. آشنایم گپ نزده مرا به حمام برده بود.
در نزدیکی همان وокزال در کوچه دامنی که یک حمام کهنه ولی آزادایکی هست. باز به همان جا می روی. حالا آدرس 20 حمام را می دانم. اسرافیل چیزی نگفت. با آوازی بلند به سرودخوانی در آمدم. ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای به خبر ز لذت شرب مدام ما. نخواست سرود را قطع کرده به اطرافم نگاه کردم، اما کسی چیزی نمی گفت. کسی سرودخوانی را من نمی کرد. برعکس اسرافیل از روی عادتش از کتفم مهربانانه آغوش کرده می نشست. استیواردس با رادیو اعلان کرد که سمالیات در فضای ریسپوبلیکای سوویتی سوسیالیستی اوکراین پرواز می کند. در مسکو باران کوتاه مدت باریده، حالا هوا صاف شده است. حرارت 16 درجه. از دریچه گرده به پایان نگریستم. روی زمین را بحر بیکنار و پختسان سفید ابرها پوشانیده بود، ولی من اکنون کشور خود را از قبط ابر هم نغز می دیدم. می گفتند که هر کس حج کند در کوه مقدس عرفات شب را روز کند عارف می شود، یعنی وجود خداوند را یقین و روشن می بیند. وجود خداوند در نظر بنده پیشتره بر این ناعیان باشد هم. قابلیت تازه پیدا کردم که چهره وطنم را از هزاران فرسخ دیده می توانم. پس حج کمینه هم قبول شده است. шунавандагони гиромӣ, шумо гуфтори адабиро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари дарон дунёи нависандаи халқии тоҷикистон Фазлиддин Муҳаммадиев шунидед. ровӣ ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Сатторӣ, коргардон Шералӣ Навзалӣ, муҳаррир Обиҷон Саидзода. анҷоми гуфтори 41 ва охирин.